سلام دوستان، خوش اومدین به کانال مدرسه معامله‌گران پولساز. تو این ویدیو قرار مفاهیم پایه‌ای فارکس رو به زبانی ساده یاد بگیریم تا آماده معامله بشیم، حتی اگه هیچ تجربه‌ای نداریم. پس همراه من باش. فارکس چیست؟ فارکس به معنای بازار تبادل ارزهای خارجی است. این بازار بزرگترین بازار مالی جهان است و روزانه تریلیون‌ها دلار در آن معامله می‌شود. در فارکس شما یک ارز را می‌خرید و ارز دیگر را می‌فروشید. هدف این است که از تغییرات قیمت ارزها سود ببرید. انواع جفت ارزها. در فارکس همیشه ارزها به صورت جفت معامله می‌شوند، یعنی ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر. جفت ارزهای اصلی یا ماژور بیشترین معامله را دارند و نقشه‌بندی بالایی دارند و یک طرف معامله همیشه دلار است و جفت ارزهای فرعی یا مینور شامل ارزهای اصلی هستند اما دلار آمریکا ندارند. قیمت خرید و فروش. هر جفت ارز دو قیمت داره. معامله فروشی که کارگزار از شما میخره اصطلاحاً بیت گفته میشه و معامله خریدی که کارگزار به شما میفروشه اسک گفته میشه. لورج یا اهرم. لورج یعنی با سرمایه کم حجم بیشتری معامله کنید. مثلا با $100 و لورج 1/100 میتونی معامله $10,000 باز کنی. اما یادت باشه لورج هم سودت رو زیاد میکنه و هم ضررت رو. لات و پیپ. لات در فارکس به معنای واحد اندازه‌گیری حجم معامله است. در معاملات فارکس هر لات برابر است 100,000 واحد پولی از ارز مد نظر است. پیپ کوچکترین واحد تغییرات قیمت در بازار فارکس محسوب می شود. در حقیقت پیپ معیاری است که برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت یک جفت ارز استفاده می شود. تحلیل ها. برای پیش بینی قیمت دو نوع تحلیل داریم: تکنیکال و فاندامنتال. تکنیکال بررسی نمودار و اندیکاتور هاست. فاندامنتال بررسی اخبار اقتصادی و سیاست های بانک هاست. انواع سفارشات. خرید یا فروش در قیمت مشخص لیمیت اوردر گفته می شود و مارکت اوردر به محض زدن خرید یا فروش معامله باز می شود. استاپ لاس حد ضرر مشخص برای جلوگیری از ضرر بیشتر گفته میشه و تیکینگ پروفیت تعیین سود هدف معامله. ریسک و مدیریت سرمایه. هیچ وقت بیش از 1 الی 2% سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید. مدیریت ریسک و استفاده از استاپ لاس کلید محافظت از سرمایه است. خب دوستان، این بود مفاهیم پایه‌ای فارکس. اگه دوست داری مرحله بعد یعنی اولین حساب معامله گریت رو باز کنی، ویدیوی بعدی رو از دست نده. لایک ویدیو یادت نره، حتما کانال رو سابسکرایب کن.